این اصلا ربطی به چیز چنلمون نداره و این گیم پلی که ما میخوایم انجام بدیم. گیم پلی استامل گایز. بچه‌ها لیتس گو بریم استامل. این پیام همیشه بچه‌ها میدونن چرا میاد. خب بریم استامل گایز رو چجوری بازی. من خودم 10 دقیقه واسهتون ویدیو رو بگیرم آپدیت داده، مثلا اینکه خب اینو آپدیتش می‌کنیم. من چون وقتتون رو نگیرم سرعتشو زیاد میکنم برای آپدیت و آره دیگه سرعتشو زیاد میکنم برای آپدیت. let's go. بچه ها ریختش. خب بریم بچه بازی کنیم نها کنیم. من اکانتم زیاد باحال نیست تو این، ولی خب بعدم نیست. خب گیم پلی که تو PS5 میخوایم بازی کنیم خیلی بهتره از اینکه اینجا بازی کنیم. خب این آپدیتی که تو بازی میده این هم سریع میکنیم الان براتون. بس هم که بحث بازیه. خب بریم تو بازی ببینیم چه مدلیه. خب بازی کردیم داره. اصلا من شانس شما رو میدم. یه دونه شانسی میزنیم اسکین بده نها کنیم. چنل رو حذف دستم نمیده اسکین رام از سبو اچه هست اصلا گیر نمیشه نکرد. خب لشگر رو شما خواهد چی. خب بریم ببینیم بچه ها رنگ بازی کنیم یکم رنگی بزنیم. رنگ یکی از سخته بازی هاشه بکنم. خب 12 نفر با هم بشیم برای رنگ. من سرعت بازی میبرم بالا. خب مثل که سرعت نمیخواست ببریم بالا. خب سری رفت. خب یه مپ خوب تو رو خدا. با این مپ من مطمئنم میبازم بچه ها. مطمئنم چون خیلی هم آدم هستیم. 12 تاییم 11 نفرم باید ببازه چون رنگ که یه نفر خودم باشه. میدونم نمیبرم این بازی ها ولی خودم بازی میکنم که شاید ببریم رنگ که نفر اول شه. وای پینگو بچه ها پینگ بالا بود. ریدم تو پینگ ایران. بچه خدا بسپرم بازی